دوستان عزیز سلام. در نشر امروزه برنامه ترانسفر در عمل در خصوص چند از گزارش‌های جالب زمستانی از فوتبال داخلی و خارجی برایتان پرتر می‌رسانیم. حمله‌ور به سیابت شد دودانی و خوجند گذشت. دسته آخرین بازیگر ایستروشن بود. سلام اشوربامدوف میتواند فعالیت ورزشیش را در پرتغال ادامه دهد، میرسانند رسانه‌های پیشتاز ورزشی کشور. طاهیر ملادوستوف بازیگر نوی روشنی کولاب شد. دسته قبلیش خوجند به حساب می رود. محمد شریفی سعید خوجه باشد بازیگر نوبتی گردید که روشنی کولاب با او شرطنامه امضا کرد. رهبریت باشگاه فوتبال استقلال باشد نامزدی ایگور چریفچنکو را به وظیفه سرمربی دسته تصدیق نمودند. شرطنامه کاری با مربی معروف و سابق بازیگر تیم ملی تاجیکستان تا آخر سال 2023 به حساب گرفته شده است. در همه مسابقه هایی که در آنها چمپیون بسیار کرته مملکت با رهبری ایگور چریفچنکو اشتراک میکند وظیفه های بلند گذاشته شده اند. با ایگور گنادیویچ در استقلال دستپروری دیگری فوتبال تاجیک سابق فوتبالباز دسته پامیر دوشنبه یوری باتورینکو کمک میکند که یاور سرمربی تعیین شد. شرطنامه با یوری میخایلوویچ نیز تا آخر سال روان بسته شد. لوئیس همیلتون میتواند شرطنامه به مبلغ 400 میلیون یورو امضا نماید. قهرمان 7 کرته فرمول 1 ورزشکاری بریتانی مرسدس لوئیس همیلتون از دسته خش پیشنهاد امضاکنی شرطنامه نو به مبلغ 62 میلیون پوند هر موسم قریب 70 میلیون یورو دریافت نموده است. در این باره اکچوالی دو سپورت خبر می‌دهد. با وجود این در شرطنامه نو علاوه پولی‌ها در حجم 25 میلیون پوند بهره پیروزی در چمپیونات درج نشده‌اند. قید گردید که شرطنامه را قسماً شرکت اینئوس سرمایه‌گذاری می‌کند. از روی آوازه‌ها شرطنامه فعلی بریتانی در حجم 45 میلیون یورو جمع 25 میلیون یورو علاوه پولی‌ها بهره پیروزی می‌باشند. ابراهیموویچ تمدید شرطنامه با باواریا نمود. باشگاه میونخنی با بازیگر 17 ساله خود تمدید شرطنامه تا سال 2025 نمود. اینجا سخن سر آریان ابراهیموویچی 17 ساله می رود. این نورس در صف تیم میونخنی در بوندسلیگ جوانان برآمدی عالی دارد. دفاعگر رستاو خاجیکا دونیچ به صف مالیورکا پیوست. دفاعگر بوسنیایی رستاو دنیس خاجیکا دونیچ بازیگر تیم اسپانی مالیورکا گردید. و تیم اسپانی او طریق اجاره از دسته روسی گزارش کرد. در این باره سامانه رسمی اسپانی ها خبر می دهد. خاجیکا دونیچ در صف مالیورکا تحت رقم 5 برآمد می کند. قرارداد اجاروی دفاعگر رستاو تا آخر موسم در نظر داشته شده است. قابل قید است که در موسم جاری خاجیکا دونیچ که همچنین دارای شهروندی کشور شوئد می باشد در صف مالمی و طریق اجاره از رستاو برآمد می کرد. در وقت اجاره بازیگر 24 ساله 42 بازی گذرانیده 1 گل نیز به ثمر رسانیده است. خاجیکا دونیچ صاحب آمار 3 گل و 3 پاس گلی در 69 بازی‌های رستاو می باشد. ممفیس دیپای از بارسلونا به صف اتلتیکو گزارش کرد. حمله‌ور نیدرلندی ممفیس دیپای در رفزنه زمستانه ترانسفری قرار کرد که تیم مادریدی را پوره نماید. شرطنامه فوتبالباز با تیم نوش 2.5 سال را در بر خواهد گرفت. در این باره سامانه رسمی اتلتیکو خبر داد. پیشتر باشد اطلاع داده میشد که ارزش گزارش فوتبالباز 28 ساله می توانست 4 میلیون یورو را تشکیل دهد. در موسم جاری دیپای قریب در صف نیلوناری ها به میدان نمی برآمد. در حسابش 2 بازی در لالیگا بوده او 1 گل دارد و همچنین 1 بازی دیگر در لیگ چمپیون ها گذرانیده است. سپارتاک اوید قطع شرطنامه با میولیا اعلان کرد. سپارتاک مسکو در سامانه رسمی خیش اعلان کرد که با دفاعگر اسلوونی میخا میولیا شرطنامه را قطع نموده است.
همکاری‌ها با رازیگی طرفین قطع گردیده بازیگر 32 ساله فوتبال بازی آزاد گردید. با میخه در مسند منبعه ورزشیش قرار بخواهیم نوشته است خدمات مطبوعاتی اسپارتاکی مسکو. منچستر سیتی نسبت بازیگری باشگاه ناپولی خویچا کواراtsخلیا اشتیاق پیدا نموده است. از روی معلومات دیلی میل باشگاه انگلیسی از مهارت فوتبالباز 21 ساله پیگیری میکند. نفره که تابستان قبلی صف ناپولی را پر نموده بود. در همین موسم در حساب خویچا 9 گل و 10 پرتافت گلی در 20 بازی‌های باشگاه ناپولی تعیین میباشد. ریال 4 بازیگری نو خریدنی است. اگر مادرید تواند که جود بیلینگهم را تابستانی در پیش داده خریداری نماید، مودریچ در دسته نقشی دوم درجه می‌بازد. قید کرده می شود که ریال علاقه با اطرافیان بیلینگهم به ارتباط برآمده است، اما گفت و شنیدها را با بروسیا تا حال آغاز نکرده است. اگر این گزارش عملی شود، نیم حمایتگران اساسی ریال در موسم نوبتی آریلین چوامنی، جود بیلینگهم و تونی کراس خواهند بود. بیشتر از همه برای انچیلوتی دفاعگری باواریا آلفونسو دیویس پسند است. سراول مادرید نقشه داشته بود که در مورد خریداری او تابستان سال 2024 سری کار بیاید، زمانی که به انجام مهلت شرطنامه این بازیگر با میونخنیا 1 سال بماند. ارسنال برایش بازیگری نو پیدا نمود. این بازیگر تراسر نام داشته. ارسنال اوید گزارش بازیگری کناری چپ برایتون لیاندرو تراسارد اعلان نمود. باشگاه لندنی از برای این بازیگری نوش 24 میلیون یورو پرداخت نمود. اطلاع داده می شود که شرطنامه با بلگیایی 28 ساله تا سال 2026 مهلت دارد. بازیگر در تیم نوش رقم 19 انتخاب نمود. در موسم جاری لیاندرو تراسارد در پریمیر لیگ انگلیا 16 بازی گذرانیده 7 گل زده است. یان زامر به صف باواریا پیوست. دروازه‌بان شویتزاری یان زامر از بروسیا مونخنگلادباخ به صف باواریا میونخن پیوست. از روی معلومات‌های سرچشمه‌های مختلف بازیگر شویتزاری 2 روز پیش به شهر میونخن سفر کرد و از معاینه طبی گذشت. او الکی اولین تمرین‌هایش را در صف تیم نوش دایر کرد و اولین بازی خود را مقابل دسته RB لیپزیگ گذراند. شرطنامه زامر با باواریا تا تابستان سال 2025 مهلت دارد. یادداشت می‌کنیم که باواریا نسبت زامر بعد جراحت برداشتن دروازه‌بان اساسیش مانوئل نویر اشتیاق پیدا نموده بود. در ردیف تیم بروسیا دروازه‌بان منتخب شویتزاری شرف تیم‌های بازل و گراسخاپری وطنش را حمایت می‌نمود. زامر 34 ساله در صف بروسیا 11 بازی در موسم جاری گذرانیده 4 بازی را بدون سر دادن گل جمع نمود. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنصیحت و پیروز باشید.